سلام، خوبی؟ سالمی، سلامتی، چه خبر؟ امروز قراره بریم سراغ یکی از مرموزترین شخصیت‌های دنیای بازی‌های ترسناک موبایل، یعنی گرانی. شاید خیلی‌ها فکر کنن گرانی فقط یه پیرزن دیوونه با یه چوب بیسباله. اما وقتی بازی‌های مختلف سازنده یعنی دیوی لوپر رو کنار هم می‌ذاری، کم کم یه داستان بزرگ و تاریک شکل می‌گیره که به اسلندرینا، گرندپا، مادر اسلندرینا و حتی به یه نفرین قدیمی وصل میشه. البته این نکته مهم رو بگم، سازنده هیچ وقت داستان کامل رو به صورت رسمی تعریف نکرده و بخشی از این داستان از سرنخ‌های داخل بازی‌ها و تئوری‌های پذیرفته شده طرفدارا جمع‌آوری شده. سالها قبل از اتفاقات بازی گرانی، دختری به نام اسلندرینا زندگی می‌کرد. اسلندرینا در واقع نوه گرانی و گرندپا بود. گرانی و گرندپا پدر بزرگ و مادر بزرگ او بودند و ظاهراً از معدود اعضای خانواده‌ای بودند که واقعاً به او اهمیت می‌دادند. اسلندرینا در کودکی زندگی نسبتاً عادی داشته. اون پدر و مادری داشت و بعدها حتی ازدواج کرد و حتی صاحب فرزند هم شد. اما یک اتفاق وحشتناک همه چیز رو تغییر داد. طبق سرنخ‌هایی که در دفترچه‌ها و بازی‌های مختلف پیدا شده، مادر اسلندرینا یک شب غذای مسموم را آماده کرده بود و باعث شد که اسلندرینا و پدرش فوت کنند. دلیل دقیق این کار هیچ وقت مشخص نشد، اما همین حادثه آغاز شکلگیری موجودی شد که بعدا همه اونو به نام اسلندرینا میشناختن. بعد از مرگ اسلندرینا به یک روح انتقامجو تبدیل شد. چهرش تغییر کرد، چشماش کاملا غیر طبیعی شد و هر کسی که وارد قلمروی اون میشد رو شکار میکرد. در تمام بازی‌های سری اسلندرینا ما می‌بینیم که اون دیگه یک انسان معمولی نیست و به موجود ماورایی تبدیل شده. حالا سوال اصلی اینجاست، اسلندرینا رو اگه بخوایم ول کنیم، حالا بگیم گرانی چرا اینطوری شد؟ در حقیقت گذشته گرانی به طور رسمی توضیح داده نشده. چیزی که می‌دونیم اینه که اون هم به مرور تبدیل به موجودی غیر طبیعی شد. در بازی‌ها می‌بینیم که حتی اگه با شاتگان به اون شلیک کنی یا با ماشین حتی زیرش بگیری بازم برمیگرده. همین موضوع باعث شده خیلی‌ها معتقد بشن که گرانی دیگه انسان عادی نیست و به نوعی موجودی نفرین شده تبدیل شد. بعد از مرگ اسلندرینا، گرانی و گرندپا به نوعی نگهبانان خانواده نفرین شدن. اونها در خانه قدیمی وسط جنگل زندگی می‌کردند. خانه‌ای که پر از راز، اتاق‌های مخفی، قفس‌ها و وسایل عجیب بود. هر کسی که به اونجا نزدیک میشد یا گم میشد ممکن بود توسط گرانی ربوده بشه. در بازی اول گرانی، شخصیت اصلی در خانه گرانی زندانی میشه. گرانی اونو در اتاقی حبس کرده و بهش 5 روز مهلت میده تا فرار کنه. اگه موفق نشه، سرنوشتش مثل قربانی‌های قبلی میشه. حتی در خانه اسکلت‌ها و بقایایی پیدا میشه که نشون میده افراد زیادی قبل از تو اونجا بودن. اما گرانی تنها نبود. چند سال بعد در داستان گرندپا معرفی شد. پیرمردی ترسناک که همسر گرانی. برخلاف گرانی که شنوایی فوق‌العاده‌ای داره، گرندپا بیشتر از اسلحه و زورش استفاده میکنه. اون داخل خونه دوم کنار گرانی زندگی میکنه و هر دو تلاش میکنن قربانی رو نابود کنن. گرندپا در واقع پدر بزرگ اسلندریناست. بنابراین وقتی به شجره خانواده نگاه میکنیم، گرندپا و گرانی در رأس این خانواده قرار دارن. دخترشون مادر اسلندریناست و اسلندرینا نوه اونها محسوب میشه. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. اسلندرینا خودش هم فرزندی داره. در بازی گرانی چپتر 2 موجودی عجیب به نام فرزند اسلندرینا هم دیده میشه. اگه بازیکن به اون آسیب بزنه، روح اسلندرینا ظاهر میشه و با فریاد وحشتناکش محیط رو پر میکنه. انگار هنوز از فرزندش محافظت میکنه. یکی از عجیب‌ترین رازهای داستان مربوط به خرس عروسکی معروف اسلندریناست که توی بازی یک گرانی هم معلومه. در چند بازی مختلف این خرس دیده میشه و ارتباط عجیبی با روح اسلندرینا داره. شما اونو پیدا میکنید، واکنش‌های غیر عادی از گرانی و سایر اعضای خانواده دیده میشه. بسیاری معتقدند که این خرس یادگاری دوران کودکی اسلندرینا بوده. یه موضوع عجیب دیگه هم اینه که یک کتاب سیاه توی بازی گرانی وجود داره. این کتاب در چند بازی ظاهر میشه و به نظر میرسه ارتباطی با زندانی شدن یا آزاد شدن ارواح خانواده داشته باشه. بعضی طرفدارا معتقدن بخشی از قدرت‌های ماورایی خانواده از همین کتاب سرچشمه میگیره. کم کم خانه گرانی تبدیل به پناهگاه کل این خانواده نفرین شده شد. روح اسلندرینا در اطراف خونه پرسه میزنه. فرزندش اونجا زندگی میکنه. گرندپا نگهبانی میده و گرانی هم همچنان دنبال قربانی‌های جدید میگرده. در پایان چیزی که بیشتر طرفدارا قبول دارن اینه که گرانی در اصل مادر بزرگ اسلندریناست. گرندپا هم همسر گرانی و پدر بزرگ اسلندریناست. اما اینکه دقیقاً چه اتفاقی باعث شد گرانی و گرندپا به این هیولاهای جاودانه تبدیل بشن، هنوز یکی از بزرگترین رازهای دنیای بازی‌های دیوی لوپر باقی مونده.
خود سازنده هم هیچ وقت همه این سوال‌ها رو پاسخ نداده و بخشی از ترس این دنیا دقیقاً از همین رازهای حل نشده میاد.